برای شخص روزدار نماز شام چقدر کلمه عاشقانه. نماز شام دیدار خانواده، جمع عائله در دسترخوان پر از برکات رمضانی، به انتظار اذان مسجد. چقدر صدای خوش آواز داملا، چقدر ماه درخشان آسمان، چقدر زیباست زندگی. اگر به زیبایی های خداوند بنگری، هیچ وقت خود را تنها و غمگین حس نمی کنی. البته که حس نمی کنی، چون که خداوند با توست. شام رمضانی بخیر عزیزان الله، هم دوستتان دارم. از برای الله افطار خوبی داشته باشید.